در اساس تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ اهالی و حدود اصالت‌های فوق‌العاده دارای خصوصیت طبیعی و تکنوگنی، قانون جمهوری تاجیکستان درباره مدافع گردنی و اجرای نقشه چهاربینی اساسی ولایت خرطوم باید به مسائل مدافع گردنی، اعتنا و رفع حالت‌های فوق‌العاده در خدمات انرژتیکی ولایت خرطوم مشق فرماندهی ستاد مدافع گردنی هنگام رخ دادن زمین لرزه دایر گردید که در این چهاربینی راهبریت و کارمندان فیلال جمعیت سهامی شده شبکه‌های انتقال برق و فیلال شبکه‌های تقسیمات برق در شهر بختر با هیئت 10 دسته از جمله دسته اواکواسیونی، گروه اعاقه و خبردارکنی، گروه ترتیبات جمعیتی، گروه اکتشافی، دسته آتش نشانی، گروه تعمیر زیرایستگاه‌ها و خطهای برق، گروه تامینات مادی و گروه طبی با استفاده از تکنیک و تجهیزات صحوی در همدستی با خدمات آتش نشانی، خدمات طبی، ریاست تندرستی و گروه نجات دهندگان ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی در ولایت خرطوم فعالانه اشتراک نمودند با مقصد تامین آمادگی دائمی جهت اجرای وظیفه‌ها در حالت‌های فوق‌العاده و برطرف ساختن عاقبت‌های آن بعد صدور دادن بانک خطر زمین لرزه شدید. گروه اواکواسیونی و خدمات طبی از بینای مأموری کارمندان را سریع وقت به جای بی‌خوف کوچانیده و آسیب‌دیدگان کمک اولیه طبی رسانیدند. دسته تعمیر زیرایستگاه‌ها و خطهای برق و خدمات آتش نشانی نیز خاموش کردن آتش در انشاءات ساحه، از نو پیوست کردن خطهای برق، تعمیر و وصل و نصب تجهیزات ترانسفورماتورها و زیر شدت قرار دادن آن را با یک مهارت بلند اجرا نمودند. مورد ذکر است که جریان مشق فرماندهی ستاد مدافع گردنی در خدمات انرژتیکی تحت نظارت مسئولین ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی ولایت خرطوم و فیلال جمعیت سهامی شده شبکه‌های انتقال برق و تقسیمات برق جریان گرفته برای اجرای وظیفه‌ها با کار خدمات و گروه‌های ذکر شده مشق ستاد مدافع گردنی بهای بلند داده شد. در خدمات انرژتیکی مدافع گردنی ولایت خرطوم مشق فرماندهی ستاد مدافع گردنی دایر به موضوع عمل هیئت راهبری کننده و قوا واسطه‌های مدافع گردنی خدمات و واحدهای ساختاری آن در شهر نوی ولایت هنگام برطرف کردن عاقبت‌های حالت‌های فوق‌العاده یعنی زمین لرزه تشکیل و گذرانده شد. آن وظیفه‌ها که بر ذمه این گروه‌ها وابسته به پیشگیری و برطرف کردن عاقبت حالت فوق‌العاده زمین لرزه واگذار کرده شده بودند، یعنی که در سطح لازمی اجرا کردند و از اجرای وظیفه‌های خدمتی که بر ذمه‌شان واگذار کردند با سربلندی برآمدند. در مشق فرماندهی ستاد مدافع گردنی خدمات انرژتیکی ولایت خرطوم گروه نجات دهندگان ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی برای از حجره‌های کاری آشنای سوم بینای فیلال جمعیت سهامی شده شبکه‌های انتقال برق و فیلال شبکه‌های تقسیمات برق در شهر بختر برآوردن مجروحان و رسانیدن کمک طبی به آنها مشق نمونوی گذرانده. در این مورد به کارمندان و متخصصان ساحه معلومات مشخص داده شد. کارمندان مهندسی و تکنیکی فیلال جمعیت سهامی شده شبکه‌های انتقال برق در شهر بختر که در تعمیر و نوسازی انشاءات تجربه کافی دارند مشق‌های شرطی مدافع گردنی را با آمادگی همه‌جانبه اجرا نمودند. در این مشق همه کارمندان فیلال جمعیت سهامی شده شبکه‌های انتقال برق و شبکه‌های تقسیمات برق و پورگی اشتراک نمودند. وقتی که ما این مشق‌ها رو تست تکرار میکنیم در آینده در حالت به عمل آمدن حالت فوق‌العاده ما میتوانیم که از حوزه وظیفه‌مون به یگان مشکلی برآییم. در اساس امر رئیس ولایت خرطوم و نقشه چهاربینی اساسی ولایت خرطوم آید به مسائل مدافع گردنی، اعتنا و رفع حالت‌های فوق‌العاده چنین مشق‌های فرماندهی ستاد مدافع گردنی تا امروز در یک چند شهر و ناحیه و تشکیلات مؤسسه گذرانیده و حالت آمادگی خدمات‌های مدافع گردنی در آنها سنجیده شده است. تا امروز در شهر نورک، در ناحیه تیمورملک، در ناحیه جیهون و خدمات طبی ولایت خرطوم و همزمان امروز و در خدمات انرژی تشکیل و گذرانده شد که با این یعنی که در ماه‌های آینده یعنی که تا به آخر سال در اساس چند نقشه با دیگر تشکیلات مؤسسه و خدمات ولایتی و شهر نویه تشکیل و گذرانده می‌شود. در قسمت جماعت تعلیمی متدی مشق فرماندهی ستاد مدافع گردنی در خدمات انرژتیکی ولایت خرطوم روبرت فیلال جمعیت سهامی شده شبکه‌های انتقال برق در شهر بختر ستاد خدمات انرژتیکی و مسئولین ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی ولایت خرطوم باید به حالت‌های فوق‌العاده خصوصیت طبیعی و تکنوگنی داشته و آمادگی‌ها برای رفع عاقبت‌های چنین وضع برآمد کرده تاکید داشتند که تشکیل چنین مشق‌ها و تشکل مهارت کارمندان ساحه مساعدت و اجرای وظیفه‌ها را برای هر یک گروه در خدمات‌های مدافع گردنی معین و مشخص می‌نماید. برای اشتراک فعالانه و در سطح بلند گذراندن مشق فرماندهی ستاد مدافع گردنی در این چهاربینی و راهبریت و کارمندان فیلال جمعیت سهامی شده شبکه‌های انتقال برق و فیلال شبکه‌های تقسیمات برق در شهر بختر سپاسنامه‌های ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی در ولایت خرطوم تقدیم کرده شد.